یک برادر نقل کرد که یک قاری بچه در بازار عیب ماشینش گفته فروخته است به یک آدم. دو عیب گفته است، واقعا به استو برد عینا همون دو عیب گفته است. استو هم دیگه عیب نه، بس زنگ زده گفته است که روی چی راست گفتی؟ من حالی تقریبا 20 سال است در این ساحه کار میکنم، یگان آدم راست نمیگه گفته است. گویا نمیگه عیبی مایده چه میگدو، که عیبای کلانش پنهان میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه فإن صدق، اگر راست گویند و بیان عیبی مال رو بیان کنند، بورک لهما فی بیعهما، در خرید و فروشی آنها برکت داده میشد. ظاهرا پولی کم به میفروشد وقتی که عیبی مال را گفت، لیکن الله تعالی به وی پول برکت میدهد. و فإن کذب و کتمه، اگر دروغ گویند در وقت خرید و فروش، که این رایج است امروز دروغ گویی، و کتمه عیب مال رو پنهان کنند، محقت برکت بیعهما، برکه خرید و فروش آنها برداشته میشد، خب بی برکه میشد. این برای امانت نگهداری. هر ساحه هم غیر از اینکه متخصص هستید با امانت نگهدار شدن تا نگاه. برای اینکه وقتی که فهمد که دروغ گفتید، وقتی که فهمد که فریب دادید، کو گشته به شما نمی بیاید، مگرم در حالتهای مجبوری، دیگه مغازه نیست مثلا، در حالتی مجبوری میبود و ایلو نمی بیاد دیگر. وقتی این کشوده میشد، امروز کشوده نشد، فردا دروغگویی شما، فردا خیانتکاری شما کشوده میشد، بعد مردم اینو میفهمن. این آهسته به آبروی تجارتتان و آبروی خودتان ضرر میکند. که یعنی تعلیمات شریعت این است که امانت نگهدار باشید و در همون ساحه متخصص باشید.